در زمانهای قدیم که فشار اقتصادی بر یک جوان وارد شده بود، جوان با خود فکر کرد و تصمیم گرفت که راز موفقیت را کشف کند. به همین خاطر پیش حکیم دانایی رفت. حکیم کیستی؟ حکیم هستی؟ هاری بیا حکیم کیستی؟ داری چیکار کنی حکیم؟ هیچی فرزندم، چی میخوایی؟ یک سوال از شما دارم حکیم. چه سوالی فرزندم؟ میخوام راز موفقیتم را کشف کنم. راز موفقیت؟ آره. چه گوخوریان فرزندم؟ خیلی سخت است. اگر میخوایی آن را کشف کنی سختی زیادی باید تحمل من هر کنی. جا باشه میرم. حال که اینقدر اصرار داری بگذار نقشه اش را برایت بدهم. چیه نه این ببخشید. این است فرزندم. باید بروی این نقشه را پیدا کنی، مکانش را، و بعد آن شی را برای من بیاوری. بلند فرزندم.